بیش از 51% افراد در تهران اجاره نشین هستند که این نرخ بالاترین نرخ اجاره نشینی در کشور است. برای حل این مشکل یکی از راه حل‌های مطرح شده فروش متری مسکن به صورت اقساط است. سازمان بورس در حال طراحی یک مدل مالی برای فروش متری مسکن در قالب اوراق سلف است. اما هنوز دستورالعمل اجرایی معاملات سلف مسکن منتشر نشده. در این شرایط سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرده که آمادگی دارد مسکن را به صورت متری در بازار سرمایه به فروش برساند و در حال حاضر در انتظار دریافت مجوز لازم از بازار سرمایه هستند. همچنین مدیر عامل سازمان نوسازی تهران اعلام کرده بود که در صورت توافق با بورس قصد دارد 200 واحد از پروژه مسکن هلال‌احمر منطقه 11 را به صورت اوراق سلف معامله کند. شهرداری تهران نیز اعلام آمادگی کرده و منتظر دریافت مجوزهای لازم از بازار سرمایه برای شروع فروش مسکن در بازار سرمایه هستند. بعد از خرید اوراق سلف، خریداران می توانند این اوراق را به پیمانکار یا سازنده واحدهای مسکونی تحویل دهند و در نهایت واحد مسکونی مورد نظر خود را دریافت کنند. اگر تعداد اوراق خریداری شده متناسب با متراژ واحد مسکونی باشد، خریدار می تواند واحد مسکونی را تحویل بگیرد. در صورتی که تعداد اوراق کمتر یا بیشتر از متراژ مورد نظر باشد، خریدار می تواند اوراق خریداری شده را در بازار سرمایه به قیمت روز بفروشد. فروش متری مسکن از این جهت مزیت دارد که خریداران می توانند از نوسانات قیمت مسکن بهره برداری کنند. ارزش اوراق سلف مسکن با تغییر قیمت مسکن تغییر می کند. بنابراین خریداران می توانند در زمان سررسید این اوراق را با سود واگذار کنند. دولت و سازمان‌های مربوطه در تلاش هستند تا شرایط لازم برای فعالیت و انتشار اوراق سلف مسکن را فراهم کنند تا با این روش به عنوان یک راهکار برای تامین مسکن مورد استفاده قرار بگیرد.